من یک شهروندی جمهوری تاجیکستان صاحبکار انفرادی شده کار میکنم. بعضا در وقتهای خالیگی از اینترنت استفاده میبرم و از اخبار و بسیار همین برآمدهای گروه مخالف میبینم که در خارج کشور نسبت به این تاجیکستان سنگ پرتابی میکنن. باز میخوان اوضاع تاجیکستان را در سالهای 92 استفاده برن یا که همین مردم با هم حالت بیارن. من همون سال استودنت بودم، سال 92 یا دارم در دانشگاه تکنیکی تیبی دا میخوندم. مسافه 20 کیلومتر داخلی نبود، پیاده میرفتیم میومدیم. باز 100,000 بار شکر که سری هر قدم راه تکنیکا، ماشین، اتوبوس، ترالبوس در صد راه میتونید آزادانه بری بیایی. بعد مردمی که در خارج کشور هستند گروه 24 یا اعضای حزب نهضت میخوان باز همین تاجیکستان رو به اون سالهای 92 ورده برسانه که مردم بیدار شده دیگه در 100 سالها باید طرفدارشون دیگه نمیوان. مردم نفس صاحب شیاف دیگر او روز رو تکرار کردنی هم نیست. مردم شخصا من خودم در چیزای مراد محکوم کنم، نمیخوام که دیگر تاجیکستان در سال 92 با بر بگرد. وقتی این رسانه‌ها را مطالعه میکنم، گوش میکنم و اینترنت سخنهای هم کبیری یا که هم گروه 24 را گوش میکنید، آدم در عصبانی میشه. باشه که مردم نه یک رای خشه یافتن و کار کردستیان، این مردم باز میخوان دوباره به همین سری حکومت با جنگ و جنجال بخیزانه، باز حکومت میخوان به دست بیارن. یک بار این کار خواستن کنن با سری حکومت بیانه که شون پلانشون برهم خورد، خودش گریخته رفت. مردم باز در میخواد که در زیر همین جنگ و جنجال سال 90 گرفتار کنن که مردم بیدار شده دیگه حالت تکرار نمیشه. این مردم در 100 سالها دیگه در فکر بیام نیستن. مردم اخفای آبادی است، مردم آبادی را دید، زندگی را دید، میدونه که تاجیکستان خودش چقدر پیش رفته است. اگه چه تنقیسی نمیکشه شکر خدا، اگه کمبودی نیست دیگه. مون مردم به حال خود بگذارن، به حال خود بگذارین اخفای کار خودشون شوند. مردم دیون باره به یغوا و چی تکلیف نکنین. در آخر بعد راهبران همین حزب نهضت اسلام از آن جمله کبیری و همسلکانش گفتنی هم که بیا تحقیر ملت بس کنید، مانند که از قفای مردم از قفای آبادی دیار شوند، دیگر مردم به اغوا دعوت نکنید. ممکن نه مردم را خشه افتاد، قفای زندگی خوب و آسایشته شوند.